بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأربعون النووية يعني الحديث النووية. قال الشيخ الإمام الحافظ الفقيه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت، ماذا قلت؟ بمنكبي كلاهما صحيح. نعم. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال البخاري، ربما رواه البخاري، صح؟ رواه البخاري. نعم. رواه البخاري. یعنی امام نووی الله رحمتش کنه میفرماید که حدیث چلم از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنند که گفت پیغمبر الله صلی الله علیه و علی آله و سلم از سر هر دو کتف من گرفت و گفت: در دنیا آنچنان باش که گویا غریب و یا راهگذر هستی. در دنیا انسان باید حیات گذرانه به مثال یک شخصی راهگذر، مسافر، یا که غریب، یک کسی که مثال بگیریم غریب است. اکنون در همین جا بسیار مترجم ها در وقتی ترجمه کردن خطا میکنن. اگر اهمیت دادگی باشد، کن فی الدنیا کأنک غریب، در دنیا همچون غریب باش گفتی شده است. او اینجا به معنای یا نیست، او به معنای یا نیست، به معنای حتی می باشد. فهمیدید؟ حتی به مانند رهگذر باش. یعنی شخصی غریب چی گفتیم؟ شخصی غریب یک جان غریب هستی، بیگانه های، هیچ خویشتبار ندارد، اندکی ساده با یار و دوست و با کم و بیش مییابد. فهمیدید؟ اما عابر و سبیل، مسافر، این قریب هیچ کس ندارد. فهمیدید؟ بنابراین او اینجا به معنای حتی مسافر شد. انا من طرف. و ابن عمر رضی الله عنهما همیشه میگفت، این سخنی ابن عمر میشد: هرگاه شب تو را فرا گیرد پس منتظر صبح مباش، و هرگاه که به صبح رسیدی پس منتظر شب نباش. و از صحتمندی خود چیزی برای بیماریت و از هستی خود چیزی برای مماتت بگیر. مثلا بعضی کار است که حاضر کردنم میتوانی، لیکن پگاه هم کردنم میشه دوره، بنابراین منتظر پگاه نشه. همچنین و برای اون چیزی که تو مثلا در وقتی بیماریت انجام دادن میتوانی، در وقتی تنصیحاتی انجام بده. پگاه بیمار میشوی، از همون عمل محروم بشوی، ولی به سبب در صحتیت همون کار کردن، در بیماریت هم در دیوان عملات کتابت میشود. همچنین یک چیزی که بعد مردن هیچ کار کردن نمیتوانی، هوای پیش مردن باید که انجام دهی، بعد از مردنت چی در دیوان امانت کتابت شدن میگیرد. حدیث بخاری روایت کرده است. نکتفی و صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.